Is she okay? سلام. Sleeping like Is she okay? like a baby. ترشی. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. اینا It's دستمون soba رو de چرا؟ ajum. It's a local recipe. Wow. بله بله در جریان. Local wine, too. اه، But اه. if you're gonna keep sulking all evening, عجب. maybe you shouldn't have any. اینجا باید غذا بخوریم You پس اونها really چی have بود؟ to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, Alright. me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? یک سیریوس علیشو فهمیدم چی گفت. be. You are so. کی بود؟ آه؟ گیر خوردی؟ Mia, get down. مردی؟ کنم مرد نه آره زنمون مرد دیگه Oh درسته؟ God. شاید بعد بیا بالا بابا چی می‌ترسی؟ Chris, what the hell? Sorry, Ethan. No! دادا بمیره بابا این وای اینو گمتن من اینقدر کوچیکه من الان پا شدم اینقدر بله سلام Go on, move! باش اه All clear. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. داترمو بدی Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. باش نکش نامم بله یه زنگ میزنه مهم اسکیپت آقا وقتی میگم کاتسین رو اسکیپ نکن یعنی همین کلا داستان عوض شد داره میمیره آی گوشیم زنگ میخوره چه خبره چرا اینجوریه یارو آقا من گوشیمو جواب بدم چه اوضاعی خیلیه کیست دست بشنا کی نوشته نمیبینم چیه این Where's Chris Hadfield? یا خدا Rose. اصلا انگشتم از همون گرفتن کنم بچه بدی بودیم الان رو داری که یا خدا نگو که باید تو این جنگل به این تاریکی شروع کنم به راه رفتن میسین که خب الان شاید واسه سوال بشی که اصلا این بچه کی بود مال کی بود بدبختی ها کجا شروع شد به تو هیچ ربطی نداره نه یعنی چیزه الان برمیگردم عقب نگاه کن خودت Then, go cautiously take your daughter to bed. بعد بچه رو بریم بخوابونیم چه بچه finish dinner. قنده سلی بده دستم چقدر کوتاه اینجا اینو چیکار کنم Your mother doesn't want to remember it. آره I can't blame همینی her. که این گفت یا خدا بچه کو Did you say something? Nothing. I'll put her down. خب نمیدوه نه لیش از اینو بردارم نمیذاره او خدا بچه کله کچل نازی آی دراشون هم تو بچه رو اینجا میشه بخوابونی؟ اینجا نمیخواه بچه قرص چی؟ قرص خواب بهش بدی یا خواب این راستی Your mom and I love this song so much. آره همین خب دن 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 دن. چیه؟ اوه حاجی درای اتومات رو ببین ناموسا خودش باز نه تخت خوابه یه گم شو برو اینجا There you go, یعنی sweetheart. اینجا ددی فلان ددی اینجوری ها باش موزیات خراب کن
روز فیور. آها خب اینجا یه چیز مهم فهمیدیم. این خرس چیه؟ این میمونه. روز این اسباب بازی میمونش رو زیاد داره. گان سروایور. It's like I آها know if they're really out to get you. از اینو اینجا نگاه گفتن شبیه باباشه ولی شبیهش بود نیست. بشینیم تایپ کنیم چی رو اینجا. گفتم این کارنامه‌اش رو خواهیم کرده از ما. واسه اینا یه سری مشخصات داده خیلی مهمه، استفاده میکنیم حتما. Rose is fine. اینتر درسته؟ دیدی گفتم درسته؟ برو درست. خب پس شد اسم دخترمون روز. اینجا هم که هیچی. وای بجی درس نوش یا خدا. خب داستانو فهمیدین؟ حل بریم بقیهش. سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. قاعدتاً یه نیمچه ویدیویی از قبل دیدین، فهمیدین چه اتفاقی افتاده و الان دخترمون نیست، زنمون هم کشتن. کی کشته؟ کریس کشته. کریس کیه نمیدونم، ولی ما الان اینجاییم، باید بریم اینجا پیدا کنیم دیگه. به هر حال با ما باشین دیگه، جدی نگیرید زیادی شاخا چی فکر کنم نمیشه. حقیقتا توی این تاریکی هم نمیدونم باید کجا برم. اینو خبریم دارید. اوه خدا باز برق وای نرد. من نترسیدم. من نترسیدم. الکی توصیه نکنید. من خیلی قویم و الان باید دارم دنبال دخترم نمیدونم کجاست الان. برو بالا. برو کنار بابا. برو کنار ببینم. اونو باش داره میکرم. وای کنار. خدا تموم میگیرم چرا اینجور جورم. گراز. این احتمالاً گرازه دیگه. ببینم زخمش سطحیه، عمری نیست. حقیقتا باید زنده بمونیم را شاید بیهوش شده فعلا. باز بیدار میشید. آهای اهالی ده. آهای کسی هست؟ Do you hear me؟ انگلیسی شاید بینم فارسی بلد نیست. چه خبری بیاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ سلام اهالی ده. درون باز کنم دستشویی گفتم کل را دستشویی داشتم. صدا میاد چرا؟ من یه لحظه مادم دستشویی ناموسن صدا چیه این؟ درم نمیتونم ببندم. 2000 years later. خب الان دستامو کجا بشونم؟ صدا اینا بود؟ الان دستا رو کجا بشون؟ برو با اوکی. امیدوارم که نه مشکل نیست. در رو باز میکنیم. آقا کسی نیست. آتیش گرما بده ببینم چیه اینجا؟ چاقو میوه خوری. چقدر تیزه حاجی. کسی نیست اینجا. آسم. آها یه غذا بچشم یک نه مزه کرم میده کو. طبیعیه دیگه. اوکی وای دهنت سرویس محمد. دهنت سرویس محمد. نگاه کن دهنت سرویس. سلام. ندارم تفنگ بده به من. بدش بده مرسی. الان سقف رو میخوای بزنی؟ داستان چیه؟ اینا حواست باشه اون شاتگان تیمی برابر میزنه. بردش خداحافظ شد. اینا زیر خوب شد شکست. وای نزدیک بود بترسم. خوشگل پسر. نه که میدونم خواهی زیر میزنی ولی نه یه صورتم
وای وای دستمو بکن آهای اهالی ده وای گرگ خوبه حلقمونو نخور کی کجاست؟ تفنگ منو به من بده خب بر بیا وای نه چقدر جلو اومده یا کلت بمیر دیگه آهای اهالی ده گرگ آی الان این دست ندارم من آخه بزنم توی برفا یکم سرد چه اوناش نریزه اوکی بزن خاله سلام آشان اگه گفتی دخترم کجاست ببینم چقدر زرنگی اگه گفتی اون دخترم کجاست واقعا فام بود حالا کجاست دخترم چی میکشی؟ اینجاست؟ ما الان کجاییم؟ انگوشتا میدیم میکنم اما نه ولش کن این کیه مرده انداخت اینجا شوهر سابقت بوده نمیدونم والا میکشه دیگه یه چیزی یا الله خب ببین تو که مادر میراندایی یا خود میراندایی تو هم من یه جا دیده بودم تو آشنایی یه جا دیده بودم پیدا میکنم خوش میابی بسن چی بار خاری هر چی خاری میره باو مو وسایل قبلی که ازت گرفتم کار نمیکرد تو رمزون ورشدی؟ یه تو ما رو از کجا میشناسی؟ کشیک بودی خرابکاری کردی رو دوش من به بابا بگو میدونه خب بچه رمزون کالای فروخته شده پس گرفته نمیشه سلام علیکم کلو من خیلی آدم حیوان دوستیم ولی دیدی چی شو؟ دیگه ولش تیر نه همینقدر راحت میرم داخل مطمئن یا خدا من میخوام برگردم حقیقتا یه دختر دیگه به هر حال چیزی که زیاده آره حقیقتا آجی تو خیلی تاریک من میتونم نه نمیتونم دلش کن میریم دیگه دلو میزنیم در آقا یا الله آقا کسی نیاد تو صورتم یهو مشت میزنم آقا یا الله میتونم بکشمه جون چه پسری تنهایی تو قزوین قدم میزنی دنبال چی میگردی عزیزم اومدم دنبال یه مادری مادر من نه با میراندا کار دارم با خواهر من بله بیا ببرمت نشون میراندات بدم بچه پر رو زور میزنه تو چشمام میگه من با خواهرت کار دارم ای خواهرتو مادر اون مهمونی ناخوندی که دی میگفت رو آوردیم آفرین دختری خوب حالا وقتش رو قاچش کنیم ببینیم رسیده برادرم میگفت خیلی پسر شیرینی هستی بلندش کنید Yes, mother. مزه خربزه مشهدی میده Manflesh, quickly, mother. I am the one who captured him. بعدم هم نیومد حالا آویزونش کنید 1-2 ساعت دیگه مهمون داریم امیدوارم کسی به خربزه مشهدی حساسیت نداشته باشه حالا بکشیدش بالا چیکاره دیگه بس من بلند شدم بس اینا ما روانی چیزی ولی نسان سلاخه میکن مواظب خودت باش سید محسن الان شدم همقدر میخندی شما سقلویی؟ میشه اینا رو باز کنیم بعد بریم؟ هی کجا اینا درد
دستمالو که نه من دستمو تمیز کنم بود. وای دهنتون سرویس. وای درد داره بچه. شیت. این یکی زخمیه بذار از همین در بیارم. وای دیوانه اون یکی دستت نه. وای چه وضع خیتیه. دستم از وسط نصف شده. یکی هم که انگوش نداره. کسب زخم یعنی بطری نوشیدنی بدون الکل. جوش خورد اون وقت. میگن اینا خیلی پیشرفت کردن. اینو ریخت جوش خورد. تو به اون گنده این تخت و عجیب لباساتون مگه نبودن اینجور آویزون میکنی؟ روشو کثیف نمیکردیم یه استفاده ما میکردیم دیگه مگه چی میشد؟ بذار من اینا بشکنم ناراحتم کردیم من مهمونتون بودم نشکن این جنسش بود که پکی سلام باز کن بریم یو آجی سیفدونی خب وای نزدیک بود خدا رحم اینجا چه خبره؟ یا خدا جواب بده دیگه مثل که دوست ندارم جواب بده نیکولاس جکسون. سلام هایزنبرگ. خبر خوشی برات ندارم. سید محسن از دستمون فرار کرده. چون اون یکی از دخترمو کشته و الان داره برای خودش توی قصرم دور میکنه. حالا یه دختر تو کشتیم دیگه مگه چی شده؟ ست تا داشتی ازش؟ هر طور شده پیداش میکنم نیازی هم نیست تو بیایی اینجا. لعنتی فیدوت کنم باباتو میخورم. کنم ناراحت شده دخترشو کشتیم به هر حال پیش میاد دیگه. بده من اینا نمیشه تکون بدم. آها میام یه چیزی هست عجب روزگاری. بده من به چرخ بریم. اوه سلام. All this for a child who isn't here. What the hell? You ungrateful, selfish wretch. Nale con kunkash. You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters. And now you even try to steal my property. How dare Do your worst. دهنت خونیه دست برو بریم با بیخیا بریم بالا هندونه قاطی کردی دهنت سرویس like you'll be sliced to ribbons. Before you سلام بابا یه دختر بوده what it means to exist. جهنم نداره بابا Where do you think you are? چی رو میتونیم بزنیم؟ نمیتونیم که با این دست میتونیم بسید آقا نه جلو لباسات کسی پیشن نمیشه بابا من چجوری خشابه کنم اینو وای چطور باید ازش دور باشم آقا میره زخمی میشم آقا خوناش رو بذار همین الان بریزونم بیشتر از این نره این کجاست سلام خب الان دیگه فکر کنم بتونم ها میتونم بابا گفته میتونی مرسی برو بریم باز کردم من که اینو برو بالا چیکار میکنی دیگه
چی کار باید بکنم من؟ قفلی که قفل باش چند دست چپ سخته ها؟ تم بده کلت رو ها امیدوارم نتونی دست رو چسبونی چسب رازی میریزی میچسبونی فیکس میکنی جاشو نگه میده رو جوش بخوره تکونش نمیدی خب بیا جوش کن یادت نره چسب نیازه اینجا اوکی کل درمان و بقیه رو برد زیر سال باید کن آه چه خبره یا الله مامان خب بذار ببینم این 2 کله داریم ما یا 3 کله داریم این که ما داریم چند کله است 2 تایی همینه حال کردی بانتره اوه یعنی من باید این 5 تای دیگر رو دونه دونه پیدا کنم اوکی فعلا ما بریم ببینیم اینجا دوک چه خبر داره چیه برای ما داری دوک آره یه همچی چیزی So sorry it turned out that way. Welcome. You're sure to find something new. میگی چیز جدید داری برامون مارکو اسم تو مارکو از این به بعد نه دوک خب بذار من انتخاب کنم ببینم چی داری برامون پولم کمه میشه نسیه بهم بدی مارکو یعنی چی که نمیشه خب پس تو اینجا اومدی کمک کنی یا کاسبی کنی خیلی نامردی بله حتما چرا که نه من برم اینم این خانومه کجاست اون میدونه دخترم کجاست های خانومه لیدی واترفلای سلام آقا دختر ما رو ندیدی تو 3 تا ازش داشتی من یه دونه دارم ازش یعنی چی که فوش نکنه میخوای بزنی از اینجا نمیتونی رنجی قدت نمیرسه یا خدا چه قدش کوتاه شد دیگه اینجا که نمیتونی بیای برو خونت وای نه دهن سرویس برو دیگه واجی مارکو دیدین چقدر عصبانیه حواست هست ما رو باش آخه من دخترمو پیش تو دیدم خانومه با دختر منو بیا بده بابا تیرم ندارم میشه نه جلو فعل بگی دخترم کجاست میزنم ها نگاه لباست کثیف شد نه جلو او نه اصلا تاثیر داره یه سوال میشه نه خود آدرس دخترمون نمیده بعد به شادگان توکل کنی بیا جلو یا میگی یا میزنم دردت گره بلا تو افتاد پیر نداری دوک یا مارکو آیسن تو مگه نگفته بودی این خانوم مهربونیه با تو امرو تو هم نکن کتابه چیه بابا تو بهم گفته بودی خیلی کارت نداره این که ولکن ما نیست آدرس دخترمون هم بهمون نمیگه یه نظریه ای چیزی بده من چجوری آدرس هم بگیرم ازش یه بار دیگه میریم ازش میپرسیم این بار دیگه امیدوارم جواب بده نظرته اوکی فاین کو کسی نیست وای تو اینجا چیکار میکنی دیگه بابا مامانت کو من دنبال مادرتم نه من آی دهن سرویس ای بابا میزنی بازم میخوای بزنی میخواد بزنه دیگه لابد میشه کاریم نداشته باشی من فقط یه سوال دارم ازت فقط یه دونه میبینی سوالای دیگه هم نمیتونم انگشتام نیست سلام بیا دیگه میومدی دیدی میستادی دیدی ببخشید شما این طرفا دختر منو ندیدین یا نه قدش از شما کوتاه‌تر اینقدر ای بابا دهنت سرویس کار میکنی با میگم دنبال دخترم هم دیوانه ندیدیش بگو ندیدم دیگه چرا میزنی باشی چقدر گنده است این سلام وای
تو خورده هم نه که نمیفهمه دیگه. آهان یعنی تو میدونی و نمیخوای بگی. چه عجب صحبت کردی با ما. خب پس یه کاری میکنیم. تو الان 3 تا دختر داری، من بعد یکیشونو کشتم، 2 تای دیگه شونو کاری ندارم. تو هم بیا به ما کار نداشته باش، فقط بگو دخترم کجاست. تو 2 تا ازش هنوز داری. شاتگان تیر نداره ولی خب سنگین که هست. بزنم تو صورته. بیا نمیفهمه. برو بابا برو نخواستیم خودم پیداش میکنم. مارکو این نمیگه هیچی. مگه نمیگه این باید بگه؟ نمیگه. آره خب مارکو با ما کار چیزی نداری، ما بریم یکم به زندگیمون برمونم برسیم. بچه هم اگر از این مارکو شاب نداره یه دونه توش بوده. دیدی چی شد نزدیک بخوره به مارکو. مارکو اگه حرفی چیزی داری به بچه ها بزنیم بگو که صابمون کنن. بگو مارکو بهشون. ممنون ازت. خیلی خوب بچه‌ها، اگه دوست داشتین پارتای دیگه این رو هم سریع بذاریم با لایک و سابتون نشون بدین سر این ویدیو. واقعا خسته شدم. الان 2 روزه حس میکنم تو رزیدنت ایولم، با اینکه شما شاید 10 دقیقه بیشتر از این ویدیو رو نبینید. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار. خداحافظ همگی.